سلام و برعکس به کانال یوتیوبمون خوش اومدید. این اولین ویدیو یوتیوبمونه. کلا میخوام فعل بداهه صحبت کنم در مورد چی. معرفی کردیم پرینتر اوزر رو. الان میخوام یه سری توضیحات تکمیلیشو بهتون بدم، هم از اپ، گزینه‌هایی که داره و هم از خود پرینتر اوزر برعکس یکی از خفن ترین پرینترها و با کیفیت ترین پرینترهایی که میتونید بگیرید. اگر ندارید بهتره تهیه کنید، اگر هم به پرینتر دیگه دارید بهتره عوض کنید، اوزر بگیرید. اوزر وایرلس کار میکنه براتون و حرارتی ها خیلی بی‌دردسرن، نه نیاز به جوهرای گرون قیمت دارن، نه نیاز به تعمیرات دارن، سریع و راحت براتون یه طرح با کیفیت و شابلون میکنن. پرینتر اوزر برعکس وایرلس کار میکنه، باتریش 1200 میلی آمپره، حدوداً 3-4 ساعت براتون کار میکنه. پیسینگ DPIش 203 که رزولوشن خیلی بالایی بهتون میده و همین دلیل که کیفیت چاپش فوق العاده است. یه اپلیکیشن مخصوص داره که حتما باید دانلود کنید، هم اپ استور و هم گوگل پلی دارن اپشو برای موبایل هاتون. یه USB هم داره داخل بسته‌بندی که میتونید به سیستم وصل کنید، اپشو داخل لپتاپ یا کامپیوترتون وصل کنید و از اونجا کانکت بشید به پرینتر. باکس خیلی جذاب و جمع و جور. خود پرینتر هم خیلی جذاب و سبک و خوش‌دسته که بازش میکنم الان با هم دیگه ببینیم. خب طولش ندیم الکی، بریم بازش کنیم ببینیم داخل بسته‌بندی چه چیزایی داره. پرینتر استنسیل اوزر 1200 میلی آمپره، وایرلس براتون حدوداً 3-4 ساعت کار میکنه. DPIش 203 که رزولوشن خیلی بالایی بهتون میده. اپ مک، ویندوز، اندروید، iOS هم داره که توضیحاتشو میدم بهتون. خود پرینتر که پرینتر خیلی خوش‌دست و خوشگله. سبک و خوش‌دست به صورت وایرلس براتون کار میکنه که توضیحاتشو کامل میدم بهتون. ما بقیه ابزاری که داخل بسته‌بندی هست، کابل شارژرش، USB که داخل ویندوز و مک میتونید نصب کنید، اپلیکیشنش، کاتالوگ و توضیحاتش، و یک کابلی هم داره برای خود ترانس که آسیب نبینه. خیلی کابل خوش‌دست و خوشگلی هستش. خب بریم برای تست پرینتر. اپی که باید دانلود کنید کویک استنسیله، هم داخل اپ استور، هم گوگل پلی، هم داخل USB مک و ویندوز داره، میتونید نصب کنید. لوکیشن و بلوتوثتون رو روشن میکنید و وارد کویک استنسیل میشید. این قسمت بالای علامت بلوتوثه، میزنید اینجا. اگر دستگاه روشن باشه دستگاه رو میاره براتون و کانکت میشید. الان دستگاه روشن نیست. پرینت ایمیج اسکنینگ، با ایمیج اسکنینگ کار نداریم، وارد پرینت ایمیج میشید. 3 تا گزینه داره: فوتو ادیتینگ، کلاژ و ایمیج اسپلیتینگ. همه اینا رو بهتون توضیح میدم. وارد فوتو ادیتینگ میشیم اول که بیشتر با این کار داریم. خب اینجا وارد گالری میشه. از این قسمت میتونید دسترسی داشته باشید به پوشه هاتون از این قسمت بالا. خب یه سری طرح میاره برامون اینجا. من مثلا این طرح رو انتخاب میکنم، دانو میزنم. اینجا 3 تا گزینه داره: اد که میتونید طرح اضافه کنید، دیلیت که میتونید طرح پاک کنید، میدونید اینا رو دیگه، کریت که اینجا یه سری تنظیمات داره، تنظیمات روتیت برای حالا 90 درجه بچرخونید، چپ و راستش کنید. کات میتونید کراپ کنید طرح رو از اطراف و اون سایز دلخواهتون رو بدید. فیلتر بخش مهمیه، فیلترهای مختلف داره که میتونید بسته به اون طرحتون و اون چیزی که میخواید تنظیم کنید که این فیلترش که خطی میکنه طرح خیلی پرکار برده با این پیوتری که اینم حالت خطیه ولی با دیتیل بیشتر. اینم که سیاه‌سفید میکنه، زیاد کاربردی نیست. شما در هر صورت حین چاپ طرحتون سیاه‌سفید میشه. و اینجا یه سری تنظیمات نور و روشنایی که میتونید اینجا تنظیم کنید خودتون. خب اینا رو که انجام دادیم، پرینتون میتونید بزنید از این بالا. خب اگر دستگاه روشن باشه، کاغذ گذاشته باشید، آماده چاپ باشه، پرینت رو که بزنید پرینت میگیره براتون که نحوه صحیح گذاشتن کاغذ استنسیل و مابقی و اینا رو بهتون میگم. بریم گزینه‌های دیگه رو چک کنیم با هم. خب برمیگردیم. گزینه کلاژ چیه؟ گزینه کلاژ یه صفحه آچار بهتون میده، میتونید طرحتون رو اونجایی که میخواید قرار بدید. مثلا من دوباره همین طرح انتخاب میکنم و اون سایز و اون قسمتی از کاغذ که مد نظرمه میتونم هر سایزی که دلخواهمه قرار بدم و اون برام چاپ میکنه. این کاربرد اینه، زیاد چیز خاصی نداره. و گزینه آخر ایمیج اسپلیتینگ. خب برای استفاده از این گزینه باید شما کاغذ استنسیل‌های رولی داشته باشید. میتونید با کاغذ استنسیل‌های معمولی این کارو بکنید ولی خب کاربرد نداره، معمولا برای طرحهای بزرگ استفاده میشه این کار. خب ایمیج اسپلیتینگ رو بزنید، مثلا من این طرح رو میخوام بزرگ روی یه قسمتی از آدم بزنم که بزرگتر از سایز آچاره. خب میاد چند بخش مختلفی رو تقسیم میکنه. مثلا من 2 قسمتش میکنم از این گزینه، دو تا کردم پرینت رو که بزنم میبینید 2 قسمت کرده خودش.
یا مثلا الان شد 4 بخش پرینتو که بزنید میبینید که مثلا 4 تا سایز آچار براتون گرفته. بازم یه سری تنظیمات داره که خودتون متوجه میشید، فقط خواستم یه سری توضیحات خلاصه بهتون بدم. خب اینم از این گزینه. بریم سراغ نحوه گذاشتن کاغذ استنسیل و چاپ. 3 ثانیه دستتون اینجا نگه دارید، پرینتر روشن میشه، وارد کویک استنسیل میشید، خود گوشیتون متصل میشه بهش. اگر متصل نشد از این قسمت میتونید کانکت بشید. خب پرینت ایمیج، فوتو ادیتینگ، اون عکسی که مد نظرتون رو انتخاب میکنید. من 2 تا ترک دیتیل زیادی دارن انتخاب میکنم تا شما کیفیت چاپ اینو ببینید. انتخاب کردم، دانو میزنم، نیاز به ویرایش نداره. اگر نیاز به ویرایش داشت شما ویرایش کنید. بعد پرینت رو میزنم. خب حالا اینجا 2 تا دکمه داره، فشار میدید پرینتر باز میشه. باز که شد کاغذ استنسیل 3 برگ. اگر از اودر استفاده کنید خیلی بهتره، اگر هم شرایطش نبود اورجینال باشه حتما. از این طرف کاغذ استنسیل میذارید داخل. اینجا چراغ قرمز داره، اگر درست بذارید سبز میشه زمانی که در پرینتر رو ببندید. خب این مقدار بیرون باشه کافیه. میبندیم پرینترمون رو و پرینتو میزنیم. الان شروع میکنه به پرینت. بستگی به اون دیتیل کارتون داره چقدر زمان ببره که چاپ کنه براتون تقریبا. خب تمام. حالا کیفیت چاپ اینو ببینیم با هم دیگه. تمام دیتیل و جزئیات رو براتون میگیره این پرینتر. سایه ها، خطوط، انواع روشنایی ها، تیرگی ها رو براتون در میاره کار. تستای بیشتری براتون میذارم، حتما ببینید.